مدینه غرمی برای چی از بلوگری رفت، مقصد از اینترنت رفت؟ همه چیز زیاد به من مینویسن دوستانی عزیز در کامنتاری ها، مقصد در پرامو افیر ها مینویسن که مقصد جانی بیگ جان خدا دوستی همین کس بودی. سبب در چی بود که مدینه غرمی از ساحه بلوگری برآمده رفت، ترک بلوگری کرد، مقصد ترک همین ساحه اینترنت کرد. زیاد مینویسین. من خواستم همه چیزا کم ترک روشنی اندازم. همین 2 روز پیش دین یعنی پریروز من قطیش بودم صحبت کردیم، خواستم بفهمم. بعد گفت که یگان پرابلم نیست، یگان گپ نیست، پروسا نخواستم دیگه. همین چیز خواستم ای پیش زندگی آروم خدم شم، ای پیش زندگی، ای پیش فرزندم، ای پیش اویله شم. نخواسته مقصد لبای انسان هست، لبای سوها، لبای کار هست که یک کمتر کار میکنی در جانت همون کار میزنه دیگه، نمیخویده همون کار شمت میشوه. اینه مخدم چندین سوها در چندین کارها در کار میکردم، نه دیگه نمیخواستم بس میکردم مقصد همون سوها را. همین کسان همچنین به مثل همین موینا به مثل شما لبای کار کمتر کردی کم خیلی اگه چی دیگه همون کار شمت میشه، نمیخوای مقصد همون سوها در همون دیگه همون کار دکنیم. میگه اون پرابلم نیست، پروسا خودم میگه خواستم زندگی آروم ای پیش فرزندم، ای پیش زندگی خودم شم بس کردم. سببش همین بوده صحیفه‌اش بعد فروخت داد. خواستم به همین کم ترک روشنی اندازم. بهترین انسان مدینه بانو، بهترین بعد یک آواز شیرین داشت، سرودای خوب میخوند. دوستانی عزیز، کدامایی که شرکت های تازه دارن، کارهای حلال دارن، اینترنت مگزین یگان فیرما یگان آبهایی که نو میبروین، بر صحیفه من دلیش که من مراجعت کنین، من با همراه شما همکاری میکنم، ریکلام میکنم در هم اینستاگرام هم تیک توک هم میگذارم. بلوغ صحنه خوش رو خوین ای نزدیک رفته بلوغ صحنه خوش رو صحبت کرده، ریکلام خوب کرده در صحیفه‌ام ریکلام میکنمش. با همراه شما همکاری میکنم. یا فابرنیک یا اتمی، مقصد همین کارهایی که کارشون کارهای حلال باشه، مقصد دارم مقصد در صحیفه من مراجعت کنید، در یا در اینستاگرام جانی گریجسور یا در تیک تاک جانی گریجسور پالی موضوع را بنویسید که همین جانی جان همکاری کردن در همین چیز ریکلام کردن در کار. من شما را جواب داده با همراه شما صحبت کرده ریکلام میکنم، مقصد همون شرکت شما اون کاری تو که کارهای حلال باشن، مقصد دارم مقصد با همراه شما همکاری میکنم. اوید ریکلام دلیچکای من مراجعت کنید، من همکاری میکنم با همراه شما. فقط ریکلام‌های سود باشه با تخفیف سکیت که قطعی ریکلامتون میکنم برادر مقصد. باقی زنده و سلامت سربلند باشین. صحنه‌های نو به نو رو از من انتظار باشید. خدا من نگهبان تا باشه.